سلام عزیزای دلم، دیدم از این کت خوشگلم خیلی استقبال کردین. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که الگوی این کت رو به صورت رایگان در اختیارتون بذارم. برای شروع کارمون بچه الگوی اولیه‌مون باید الگوی رگالی باشه که الگوی رگالی هم من براتون داخل پست های قبلی آموزشش رو گذاشتم. الگوی اولیه‌مو میکشم، قد کتم هم کاملا دل بخواه. من قد کتم رو 70 در نظر گرفتم. شما هر قدی که دوست داشته باشین میتونین برای کتتون یا مانتوتون در نظر بگیرید. برای شروع کار من میام در وسط خط شانه رو مشخص میکنم و در وسط لبه کتم رو مشخص میکنم و این دوتا خط رو در امتداد هم طراحیش رو انجام میدم به این صورت. یعنی دو تا قسمت جدا رو از هم طراحی کردیم و بعد برای لبه کارم که میخوام هلالش رو طراحیش رو انجام بدم میام 14 الی 15 سانت از لبه کارم اومدم بالا به این صورت. الان دو تا قسمت جدا از هم دارم. بعد میام دوباره در وسط این کارم هم مشخص میکنم. وقتی مشخص کردم به خاطر که میخوام یک زاویه هلال خیلی قشنگی رو رسمش کنم میتونم از لبه کارم 5 سانت الی 6 سانت یعنی به هر اندازه که هلالی که میخواین طراحی کنید به این صورت بیاین بالا و بعد از لبه کار این هلالمو طراحیشو شروع میکنم. اینم به این صورت. وقتی این شعار رو رسم می‌کنیم بچه‌ها باعث میشه یک هلال خیلی قشنگی رو بتونید طراحیش رو انجام بدید به این صورت. خب من این کار رو اومدم بچه‌ها با اندازه‌گیری انجام دادم. شما با استفاده از خطکش‌های هلال هم میتونید این هلال‌هایی که داشته باشین رو میتونید طراحیش رو انجام بدید. من برای همه گفتم این توضیح که اگه 1% بچه‌هایی که خطکش ندارن بتونن انجام بدن. اون سمت کارمون هم دقیقاً همینو اجرا میکنم. در وسط کارم رو مشخص میکنم، شوهاشو میام بالا 5 تا 6 سانتشو و این طراحی هلالمو رسمش میکنم. دقیقاً این نقطه میشه نقطه مشترکمون. بعد از اینکه هلالمون طراحیش رو انجام دادم برای طراحی یقم بچه‌ها هم میتونین یقه گرد این کار رو انجام بدین هم میتونین یقه 7 انجام بدین. کت من یقه 7 کاملا صاف من اینو طراحی کردم به این صورت. آوردم به خط سینه صفرش کردم. نکته اگه مشتری من سینه برجسته هست قبل از اینکه من بخوام طراحی یقه 7 رو انجام بدم 2 تا لقه کوچولو این قسمت اعمال میکنم و بعد یقه 7مو طراحی میکنم. این از قسمت جلو. همین کار رو برای قسمت پشت هم شما میتونید اجرا کنید. در وسط پشت رو بگیریم در وسط لبه کار رو و این کار رو اجرا کنیم. این از این کار. حالا میریم سر وقت نکته دوختی کارمون. ما این برش ها رو از هم جدا میکنیم و کل کار از هم تفکیک میشه و جدا میشه و بهتره که برای دور این کارمون که بخوایم زیبا در بیاد من از نوارهای کتان استفاده کردم. شما حتی میتونید از پارچه های ساده و رنگی هم برای نوار کتانتون خودتون درست کنید، حتی نوار اوریپ که دور کارتون رو فیکسش کنید و برای همچین مانتوی بهتر پارچه های انتخاب کنید که ایستادگی خیلی بیشتری داشته باشه. من پارچه سنتی انتخاب کردم، شما میتونید ژاکارد انتخاب کنید و حتما نکته‌ای که باید رعایت کنید اینه که زیر کارتون رو قبل از برش بدین لایه گرم بالا بزنید. هرچی این کارتون آهار بیشتری داشته باشه ایستادگی و دوخت قشنگتری بهتون میده. امیدوارم که از آموزش امروزمون لذت برده باشین.